خب بریم یه چیز جالب بگیم. خب یه ماشین بازی فکر کنم نیت فور اسپید اندرگراند 2 هست. آره اندرگراند 2 بریم بازی کنیم. نمیدونم چرا مثل دیوونه ها دارن بازی میکنن این کامپیوترها. خب آخه نگاهشون کن، میپرن این ورون و بدون هیچی گاز میدن و مثلا بدون دلیلم فکر کنم به خاطر این که چیزن به خاطر این اونا توی خیابون ها بگی یا نگی. آره چون که اندرگراند 2 توی خیابون ها بود. آره دیگه توی شهر و مسابقات زیرزمینی و خیابوناست داستانش، به خاطر اینکه خیلی سرعت زیاد میرن و دارن مثل دیوونا رانندگی میکنن. خب آخه خب نکن بی فانوس، نکن مادی در چیز نکن دیگه، نزن پوفیوز. من خرج این ماشین رو کردم 206 RC. خب اینا فکر میکنن خیلی قدرن، چیز منم نیستن، ببخشید. سرعت اونا زیاد نیست، من فقط دارم رعایت میکنم که به در و دیوار نزنم، چون که خیلی منم دیوونه وارانه رانندگی میکنم، ولی رانندگی من خوبه، ولی واسه این چیز ویدیو اصلا نمیتونم اینقدر خوب رانندگی کنم. اینا مثل حیوان نکن ما. خب بریم. وقتی که اونا از من جلو میزنن به خاطر اینکه دور فرمون من کمه، دور فرمون 206 کمه و آره دیگه کمه، اونا دور فرمونشون زیاده ولی من شتابم خیلی بیشتره. خب بیا ناله کن چیز کش، بیا دیگه. بهترین ها من